فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که کارمندانش در یک شبانه روز آخر در رفع سه حادثه فوق‌العاده اشتراک کردند. از جمله نوبتداران شعبه میلیسیای نویه سینای شهر دوشنبه به قسم نوبتداری کمیته حالتهای فوق‌العاده زنگ زده خبر داده است که بنا به معلومات همسایه‌ها یک مرد 45 ساله ساکن محله اسپیچک دو اینک چند روز باز به کوچه نمیبراید و به زنگ‌ها جواب نمیدهد. در خانه‌اش این مرد تنها زندگی میکرده است. گروه نجات بخشان ریاست دوشنبگی کمیته حالتهای فوق‌العاده به جای حادثه آمده با کمک تجهیزات هیدروالیکی در آهنین خانه را گشودند. آنها در درون خانه جسد صاحب خانه سال تولدش 1976 را پیدا کردند. جسد را برای معاین کردن سبب‌های مرگ این مرد به مقامات حفظ حقوق سپردند. کارمندان ریاست دوشنبگی کمیته حالتهای فوق‌العاده روز 2 سپتامبر همچنین در محکم شده یک زن ساکن کوچه پوشکن را در بین 20 دقیقه گشوده دادند. همچنین صبح 2 سپتامبر تقریبا ساعت 9:10 در نزدیکی دیهای کرگوت جماعت ویش خروینوی درواز در راه ماشینگرد دوشنبه کولوب درواز خوروغ سنگ ریخته است. کارمندان خدمات راهسازی سنگا را از راه برچیدند و حالا راه به طور معمولی کار میکند. در نتیجه این حادثه کسی آسیب ندیده است.